مردم ایران همتون باید اینو بدونید، اگه ندونی سرت کلاه رفته. سرطان توی ایران داره بیداد میکنه، اما 5 ماده غذایی ارزون هستش که به تو کمک میکنه که بتونی جلوش رو بگیری. واسه همین الان این 5 تا ماده رو واسه خودت و عزیزات تهیه کن و مصرفش کن. اولیش هویج هستش. چرا؟ چون هویج 26% ریسک سرطان ریه، ریسک سرطان معده رو میاره پایین. فرقی هم نمیکنه چطور مصرفش کنی، هر جور دوست داشتی مصرفش کن. دومیش گوجه فرنگی هستش، چون تا 20% خطر ابتلا به سرطان پروستات رو میاره پایین، ولی حواست باشه به صورت پخته مصرفش کنی چون بیشتر میتونه بهت کمک کنه. سومیش خانواده کلم ها هستند، فرقی هم نمیکنه کدومشه، تا 20% ریسک سرطان روده بزرگ و کلون رو میاره پایین. هر جوری که میخوای، خام باشه، پخته باشه، توی سالاد باشه، هر جوری که دوست داری مصرفش کن. چهارم سیر و پیاز هستش، خیلی مهمه چون 50% ریسک سرطان معده رو میاره پایین، تازه با 7 سرطان دیگه رابطه مستقیم داره. و آخریش زردچوبه هستش، توی غذاهاتون تا میتونید زردچوبه استفاده کنید.